با سلام و درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خب دوستان عزیز، امروز صبح اولین کارمون در خاوه داخل گلخانه میخوایم که این نخها را جمع کنیم از روی سیم، به خاطر که اینا کنه اینا داره. خب دوستان عزیز میبینید داخل گلخانه اومدیم و دیگه اینا نخها رو باید جمع کنیم که کنه اینا داره، که خاطر که با تا کنه نگیره. خب بریم به کارش دوستان عزیز. خب سلام دوستان عزیز، در نجیبم خط کشی مونه میبینید. ما اینقدر نخ جمع کردیم، داره کم کم آماده میکنیم میره انشالله بخیر. بعد بریم پیش محمد. اونجا رو میبینید که نجیب داره میخ میزنه به خاطر که نوارا رو ببندیم. خب بریم تا ویدیوی بعدی. خوب سلام دوستان عزیز، اینجا هم گلخانه زیاد هسته، بعضیاشون کاشته. اینجا میبینید که داره این هم سم میزنه. این هم نوارا برای گلخانه که میخواه پهن کنه. بریم داخل گلخانه از بچه رو میبینید. بریم این هم از سامپاش. محمد کجایی؟ به به، این هم از گلخانه محمد. بچه داره خط کشی مونی؟ دم گرم یاره، دم گرم زمستانی فقط انشالله بخیر. آچاره تمام شد. با سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور صحتمند باشید. خب دوستان عزیز، دیگه تمام کردیم نخ اینا رو کلن بریدیم دیگه دوستان عزیز. کم کم انشالله دیگه آماده است. میبینید خب این آجورا رو من اینجا گذاشتم به خاطر که نوار دورش ببندیم که مثلا نوار گیر کنه. اینا میبینید که آجر زیاد گذاشتم. خب بخارش خورده کوچیکه، از بخاری های بزرگانیه دیگه. هم گازش رو میگه که یکم ضعیف هسته و حالا هم که خبر نداری زیاد. حالا زمستون معلوم میشه که مثلا گاز چجوری هست چجوری نیه.
دیگه خوبه، سقفش هم خورده پایین تره از این گلخانه فلزی های الان نیه، از قدیم های. خب سلام دوستان عزیز. خب تعطیل کردیم دیگه، شب شد، باید بریم آشپزی نکنیم. نه آره ویدیو گرفتم شد. سلام جور بخیر دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان عزیز خوش اومدید به ویدیوتون. خب دوستان عزیز امروز اومدیم میخوایم که نوار بکشیم. خب با ما همراه باشید. این هم از دو تا آهنه که مثلا اینجا آهن میذاریم روش، اینجا میخوایم از پنگل شروع کنیم بعد بریم طرف ششغل. محمد چه کار مونی محمد؟ محمد معلوم نمیشه محمد از پس پلاستیک. خب اینم از نوار دیگه، بریم یه بیرون دور بزنیم. اینم ماشین نمیدونم برای چی آمده. خب بچه محمد. خب سلام دوستان عزیز، یکم نوار کشیدیم و از پنگل یک لغل مانده، گرم که بکشیم مورن طرف ششغل. اونام محمد هسته که اسی لوله معلوم میشه، اونام نجیبه. خب دوستان عزیز دیگه میبینید که سر کاری انت ساده هستی تو ها اچه دم تو گرم. با سلام و درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان عزیز میبینید که تمام کردیم و دیگه مانده فقط خود درستش کنیم. میبینید که نجیب و محمد هم داره کار میکنه و اینا. آها این هم گلخانه آخری بود. بریم اینجا گلخانه دیگه. خب اینا رو هم که درست کردیم و دیگه تمام شد، نوار کشیش کلا تمام شد. آره اینجا دور آجر بستیم و که مثلا شل نشه اینا. خب دوستان عزیز این هم نجیبه که داره جور میکنه، گلخانه محمد جانه داره نوارش جور مونه. یا بینید که چیزی درست مونه. آها جام تو گرم سایه دیگه. باریم طرف محمد. محمد عشق چطوری؟ تو رم ده تو پرتم. اینم از محمد دیگه، میبینید که نارم درست کرده اینجوری. میخوای عوض کنی را؟ خب داره دیگه، بهتر عوض کنی.
دمت گرم بابا، کار درسته. آره بابا. آها. دمت گرم، دمت گرم، کار درسته بابا محمد. آی نه از گلخانه محمد. نجیب که اونجاست. سلام، جور بخیر، خسته نباشید دوستان عزیز. خب آمدیم داخل گلخانه محمد، میخوایم که نوار بکشیم. میبینید که محمد داره پاره میکنه. آره دم تو گرم. محمد گلخانه محمد دیروز خط کشی ایناش رم کرده دیگه، آماده فقط نوارش رو بکشیم و انشالله بخیر آماده تخمه که بزنیم انشالله ببینیم که چی میشه. با سلام و درود بر شما دوستان عزیز. خب گلخانه محمد هم تموم کردیم، میبینید که نواراش هم کشیدیم دیگه، فقط مونده که خورده اینا رو ترتمیز کنیم به خاطر که خورده کجواج نایه. خب سلام دوستان عزیز، انشالله جور صحتمند باشید، تا ویدیوی بعدی با ما همراه باشید. خود دوستان عزیز دیگه یادتون نره دیگه لایک و فالو کنید دیگه. دمتون گرم، خدا یار و نگهدارتون.